از ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود: گفتم ای رسول خدا، مرا از شب قدر خبر ده که در ماه رمضان است یا در غیر آن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بلکه شب قدر در ماه رمضان است. گفتم ای رسول خدا، آیا شب قدر با پیغمبران است و چون وفات کنند شب قدر نیز برداشته می شود یا تا روز قیامت باقی می ماند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بلکه شب قدر تا روز قیامت باقی می ماند. گفتم در کدام وقتی رمضان است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شب قدر را در دهه اول و آخر آن جستجو نما. بعد از آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنهای گفت. سپس وقت را غنیمت دریافتم و گفتم: ای رسول خدا، سوگندت می دهم مرا خبر کن که شب قدر در کدام دهه رمضان است؟ سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر من غضبی سخت کرد که مثل آن پیشتر و بعد آن غضب نکرده بود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اگر خداوند خواهد شما را از آن خبر می دهد. شما شب قدر را در هفته آخر رمضان جستجو نمایید. روایت حاکم در مستدرک. شرح این حدیث: شب قدر در ماه مبارک رمضان است و آن از 1000 ماه قمری که برابر به 83 سال و 4 ماه می باشد بهتر است. البته این یک فضل و رحمت الهی برای امت محمد صلی الله علیه و سلم است. یک شب قدر که شاید 10 ساعت یا بیشتر یا کمتر باشد از 1000 ماه یا خود از 83 سال و 4 ماه بهتر است. فضیلت این شب قدر تا روز قیامت باقی خواهد ماند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور می دهد که شب قدر را در دهه آخر ماه مبارک رمضان با طاعت و عبادت جستجو کنید و این به خاطر بیشتر ثواب و خیر دهه آخر رمضان را به دست آوردن است. چطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر خداوند می‌خواست شب قدر را برای بندگانش مشخص بیان می‌نمود. حکمت مشخص و تعیین نکردن شب قدر در آن است که روزه‌داران 10 شب آخر را با طاعت و عبادت سپری نمایند و ثواب بیشتر را به دست آورند. ولی با دلالت‌های حدیث‌های دیگر شب قدر را شب 27 ماه رمضان گفتند. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите